سلام خدمت دوستان عزیز و بخش بعدی از بک تست خوش آمدین. خب فعلا روی چارت پوند یو اس دی هستیم، تایم فریم روزانه و قیمت را میبینین که روند صعودی را داره. دزی اوردر بلاک خورد و ریتریس داد. دزی اوردر بلاک آمد فعلا و یک ناحیه خیلی مهمی هستن. توی تا دیروز دوشنبه بود، این کندل روز دوشنبه هستن که داخل کندل روز جمعه بود و از این اگه بخوایم که چیم بایاس از لحاظ بایاس از روی کندل مشخص کنیم، بازار فعلا هیچ سمتی رو برای ما نداده، خب چون که نه کف زیر زده نه سقف زیره، پس بایاس نداریم. توی روزانه نظردازی امر ما باید صبر کنیم که کندل روز سه‌شنبه بسته شونه که بالا بسته میشه یا پایین. ولی زمانی که توی تایم فریم 4 ساعته مییم، خب زمانی که توی تایم فریم 4 ساعته مییم، این که بود زون روزانه ما ارپا کنم که چارت واضح تر شونه. یک حمایت کلاسیک قیمت تا اینجا جور کرده بود. این جای است که ریتیل وجود داره، نقدینگی ریتیل و زیر از یک اوردر بلاک قشنگ است که نقدینگی خیلی زیاد داره، قبلا جمع کرده بوده. آمده دزی خورده و ببینین که بازار چطور پروفایل خود عوض کرده. قیمت آمده زیر از کندل و کلوز نتونسته و قیمت خود جمع کرده، پس در نقطه اوپن کندل نزولی رفت بسته شد و پروفایل میبینیم که صعودی شد. این کندل ببین بالایش کندل بسته شد، صعودی شده و فعلا روی عزیز اوردر بلاک هستیم و زمانی که توی 4 ساعت همون 1 ساعت هم ماریم قشنگ بازار واضح میشه. توی 1 ساعت هم میبینیم که ترپ هایی که اسمارت مانی برای ریتیل ساخته بودن، یکی ای بودن، یکی این حمایت کلاسیک بودن که اینجا همگی را خریدار کردن. اینجا یک دانه یونیکورن دیگه میش دادن، قیمت آمده نقدینگی خیلی زیاد را برداشته. اینجا جای هسته که بازار خیلی واضح هسته، قشنگ معلومه که ریتیل کجا هسته، نقدینگی کجا برداشته شدن و اسمارت مانی، حضور اسمارت مانی و ریتیل در اینجا وجود داره و به وضاحت دیده میشه. پس چارت برای من واضحه و قابل ترید هسته. توقعی که ما از بازار برای فردا داریم، خب برای فردا قیمت را میخوام که فقط به کانتینیویشن بده، حتی اگر کف آسیارم نزنه برای ما مشکلی ایجاد نمونه، میتونیم ما ترید خود بگیریم. میبینین که اینجا یک دانه استخر نقدینگی اینجا جا گذاشته، تله برای ریتیل. این را علامت میزنیم که نقدینگی ما استخواه. توقع خود از بازار داریم، اگر غیر از عمل کرد رفت اینا رو شکست، این کف زد، ما هیچ تریدی نمیکنیم. پس کندلار ترنم ببینیم چی میشه. 17 18 19 20 21 22 23 24. خب میبینیم که سشن آسیا قسمی که خواستیم بازار حرکت کرد. خب از روی انزی اوردر بلاک 1 ساعته بلند شد، بعد رفت اینجا یک دونه فیجی ساخت، دوباره اینجا هم یک دونه فیجی ساخت، یک کندل عقب برم که تایم فریم 4 ساعته رو ببینیم که کندلش چطوری بسته شده. کندل 4 ساعته رو میبینیم که صعود قیمت رو داریم اینجا. خب
الان نواحی که ما میتونیم اینجا روی ازنا ترید بگیریم کدوم نواحی میتونه باشه؟ روی همزی فیجای 1 ساعتم اگر ستاپی برای ما بدیم میتونیم ورود خوره داشته باشیم. یعنی اندیکاتور یک بار جور کنم. توکیو ساعت 10 تا 14 همه ساعت 7 بگیر تا 10 بعد ایران ساعت 8 ایران ساعت 7 بگیر تا ساعت 10 سشن نیویورک. خب سشن آسیا، سشن لندن و سشن نیویورک رو داریم اینجا. آسیا رو طبق که چیزی گفته بودیم رفت فقط کانتینیویشن داد. ببینیم که بازار چطور واکنش میده به این نواحی که ما منتظرش هستیم. ساعت رو هم باید متوجه بشیم 1:55 شد. خب الان میبینیم که ساعت 2 بجه شد و روی از فیجی آمد و کلوز نتونست زیر از فیجی و نقدینگی خیلی زیادی رو اینجا بلند کرد. اگه توجه کنیم فکر کنم کف آسیا رو گرفته. بله کف آسیا رو میبینیم که گرفته و منتظر ادامه روند هستیم. بله قیمت رو میبینیم که رفت و سقف رو شکست. الان اینجا که من اگر بخوام معامله کنم استاپ من اگر اینجا بلم خیلی بزرگ میشنه پس کاری که من میتونم اینجا کنم تارگت کجایی؟ تارگتی بالا هست. ببینیم بازار اگر موقعیت بهتر را برای ما ایجاد کرد که ورود کنیم. دوباره از یه فیجی گذشت و روی از یک دونه فیجی آمد سوار شد 50% شدید و بلند شد بازار. ببینیم که ورود میدهد یا نه و نداد. قیمت را توجه کنیم توی سشن لندن آمد کف آسیا را جمع کرد و از این اوردر بلاک 1 ساعته خود رساند. ببینیم که اینجا اگر ستاپی ورود بر ما داد. خب قیمت آمد اینجا روی اوردر بلاک 1 ساعته و این کف را هم هاند کرد. قیمت را میبینیم که اینجا اگر فیجی نزولی داشت که آمد با فیجی سعودی پر کرد و اگر بی پی آر را ایجاد کرد. ما یک ورود اینجا میزنیم هدف نقدینگی های سقف و ساعتش هم باید حواسمون باشه 4:30. یه ما توی ازی تایم ورود نمیزنم منتظر میشونیم که سشن نیویورک شروع شد و ورود خوره بزنیم. خب ما توی 1 ساعت قسمی که انتظار داشتیم آمد روی اوردر بلاک ما و توی 15 دقیقه ماریم و قسمی که براتون گفتم توی نیویورک منتظر گرفتن از لیگ هستیم. اینجا آمد برای ما شیفت داد و دوباره اینجا شیفت داد. این کندل مستر کندل دیسپلیسمنت رو نشان میده. پس ما ورود خورمونیم. تارگت مای سقف
و ورود اینجی، استاپ هم اینجی. ببینیم که بازار چطور شروع میشه. بله، قیمت ادامه روند صعودی خود را میره و اینجا میبینیم که تارگت ما زده شد. خب تشکر از اینکه با ما تا جای ویدیو بودین و تا ویدیوی بعدی خداحافظتون. لایک و سابسکرایب، کامنت انگلیسی، هر جور کامنتی باشه مشکلی ندارم، یادتان نره و تا جلسه بعدی بک تست همراهی از من. خداحافظتون.